نزدیکان ابرار عظیموف، نفری متهم به تشکیل بمبگذاری مرگباری متروی سانکت پتربورگ، گفتند که عظیموف در هیچ صورت نمیتوانست این عملی مدهش را انجام دهد. مادر ابرار عظیموف، وزیر میرزا احمدova در شهر جلال آباد قرقیزستان گفت که این دسیسه است. من هیچگاه باور نمیکنم. فرزندان من هیچگاه حتی بین هم بحث نکردند. ما فرزندانمان را خوب تربیت کرده ایم. من باور ندارم. میدونم که خیلی زود بیگناهی پسرم ثابت می شود. او را به دام انداختند. دادگاه ناحیه بسمنی در مسکو روز سه‌شنبه امر داد که ابرار عظیموف تا روز 3 ایون در بازداشتگاه بماند. دادرس ارتور کارپوف با اعلان حکم گفت عظیموف باید تا 45 روز در بازداشتگاه بماند و در این مدت عیبنامه رسمی او اعلان شود. در عکس حال او را آزاد می‌کنند. ابرار عظیموف به این حکم اعتراض نکرد ولی گفت که در این حمله مستقیما دست ندارد. مفتشان میگویند 3 اپریل در عرفه بمبگذاری در متروی پتربورگ که 15 نفر را کشته به جا گذاشت و چندین نفر دیگر را مجروح کرد، فردی متهم به این عمل تروریستی اکبرجان جلیلوف محض با ابرار عظیموف صحبت تلفنی داشت. اما بلال عظیموف برادر ابرار عظیموف میگوید که دادرش یک انسان آرام بود. او بر این نظر است که نوار ویدیویی بازداشت ابرار اصیل نیست و سلاح را به او بار کردند. او میخواست به جایی رود که معاش خوب داشته باشد. کره رفت ولی آنجا کار نبود و معاش ها نیز کم بودند. او دیگر انتخاب نداشت، از این رو به روسیه رفت. او دائما در فکر پولی بود که برای عائله کلانمان دریافت کند. باید پول میافت که خانه‌مان را تعمیر و ترمیم کنیم. او برای تشکیل گروه متشکلانه جنایی و عموما برای صحبت با کسی وقت زیاد نداشت. همسایه های این عائله ازبک تبار نیز از تربیت خوب فرزندان و معامله خوش عائله عظیموف ها صحبت می کنند. من درباره او و اهل عائله‌شان یگان گپی بد زدن نمیتوانم. او و برادرانش انسان‌های خوب و همسایه‌های خوب هستند. آنها به همسایه‌ها فقط کاری خوب کردند. اگر کسی از آنها کمک خواست، آنها همه وقت حاضرند که کاری از دستشان می آمده را اجرا کنند. Они никогда не отказываются, всегда помогают, чем могут. رابیه مدامین و همسری ابرار عظیموف این اتهام را قبول ندارد و باور نمی کند که شوهرش پیشوای دهشت افکنها باشد. نه شوهر من نمیتواند چنین کارو انجام دهد. او فقط درباره تربیت دخترش فکر میکند. او برای ساختن خانه پول جمع میکند. به این ترتیب 1.5 ماه آینده ثابت خواهد کرد که مقامات مسکو عظیموف را آزاد میکنند و او بالاخره خانه اش را در زادگاهش بنیاد میکند و یا سالهای طولانی را در محبس روسیه میگذراند.